سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشید. من قصد دارم که از طریق این ویدیو شما رو با این ماشین تتو آشنا کنم که البته خیلی از تتو آرتیست‌ها با این دستگاه آشنا هستن و ممکنه خیلی از تتو آرتیستایی که به تازگی وارد این فضای هنری شده باشن هیچ آشنایی با این دستگاه نداشته باشن و گفتم شاید براشون جالب باشه که ببینن این دستگاه چی هست و به چه صورت کار میکنه. میشه گفت که اولین ماشین تتویی که توی دنیا ساخته شده، مکانیزمش هم از دو تا مگنت تشکیل شده که وقتی جریان برق وارد این دوتا مگنت میشه این اهرم رو به لرزش در میاره. کار یکی از این مگنت ها جذب کردن هست و کار یکیشون دفع کرد و همین باعث میشه که این اهرم به لرزش در بیاد و دستگاه شروع به کار کردن بکنه. در ادامه بهتون توضیح میدم که از چه اجزایی تشکیل شده، دقیقاً به چه صورت کار میکنه. اما قبلش بگم ایده ساخت این دستگاه دقیقاً از زنگ مدرسه گرفته شده و در واقع همون ساختار داره و فقط شاسی این دستگاه تغییر کرده که تبدیل بشه به یک ماشین تتو. خب بریم در ادامه اجزای دیگه این دستگاه رو بهتون نشون بدم و ببینید که به چه صورت کار میکنه. همونطور که میبینید این اجزای تشکیل دهنده این دستگاه هستش که در مورد خود دستگاه توضیح مختصری دادم: گریپ دستگاه، کابل دستگاه، سوزن و سرپلاک. اگه بخوام یه توضیح کاملتری در مورد این دستگاه بدم، دو تا نقطه اتصال برق داره که این کابل از این طریق وصل میشه و برق از این قسمت جریان پیدا میکنه. قسمت دیگه ای که قابل توضیح هست تنظیم استروک دستگاه. ما این پیچو هر چقدر که بپیچونیم و این اهرم به مگنت ها نزدیک تر بشه استروک دستگاه پایین تر میاد و هر چقدر این پیچو شلتر کنیم استروک دستگاه بالاتر میره. استروک این دستگاه اصلا دقیق نیست، کاملا محدوده. اگر خیلی نزدیک بشه دستگاه کار نمیکنه، اگر خیلی دور بشه این فاصله زیاد بشه بازم دستگاه کار نمیکنه. فقط توی حد فاصله خیلی محدودی شروع به کار کردن میکنه، نه اینکه قابل تنظیم نباشه، محدوده. شاید بخوایم عدد گذاری کنیم یک نمره یا دو نمره قابل تغییر باشه. گریپو میخوایم متصل کنیم به دستگاه. این قسمت قسمتیه که گریپو نگه میداره. این شکله. خب همونطور که میبینید این سوزن ها از لحاظ ظاهری خیلی متفاوتن با سوزن های فعلی، اما لحاظ ساختار هیچ تفاوتی ندارن و دقیقا همون ساختاری رو دارن که سوزن های فعلی دارن. حتی مشخصاتشون هم به همون شکل نوشته می شده. همیشه سوزن رو با یک سرپلاک می گرفتیم، چون این سوزن بدون سرپلاک به هیچ عنوان هیچ کاربردی روی این دستگاه نداره. سوزن رو به این شکل از توی گریپ رد میکنیم و بعد سرپلاک. برای تنظیم عمق سوزن این پیچ رو شل میکنیم و از طریق حد فاصله گریپ با دستگاه عمق سوزن تنظیم میشه. این تا اینجای کار. ما برای اینکه لرزش سوزن رو مهار کنیم و همینطور صدای دستگاه رو کمتر کنیم و نهایتا دستگاه یک مقدار نرمتر کار کنه، یک کش به این قسمت دستگاه وصل می‌کردیم که این سوزن رو مهار کنه که لرزش سوزن کمتر بشه، همینطور لرزش دستگاه. خب حالا جالب میشه که این دستگاه رو با دستگاه جدید مقایسه کنیم از لحاظ صدا، از لحاظ دقت، از لحاظ لرزش. خب این دستگاه یک نوع دستگاه پن هستش که الان من میخوام روشنش کنم و مقایسه کنیم با دستگاه گان. یک بار دیگه من این دستگاه رو روشن میکنم. این صدای این دستگاه و لرزش، ببینید لرزش رو. و اما این دستگاه میشنوید انتهای ولتاژش بود
با نهایت قدرت و هیچ صدایی تقریبا شنیده نمیشه و اینم لرزشش. این دستگاه الان روشن. اینم روشن کنیم. ما با همچین چالشی روبرو بودیم و خوشبختانه صنعت تتو انقدر پیشرفت کرده و روز به روز داره پیشرفت میکنه که کار ما تتو آرتیستا رو راحت تر میکنه. حالا میخوام با این دستگاه به طرح این پوست بزنم، ببینم میتونم مثل این دستگاه یا الان باش کار کنم یا نه. خب اینم از اجرای پرچالشمون. بسیار سخت، دستگاه بسیار سنگین، پر لرزش و کار کردن بسیار سخته باش. نهایت سعیمو کردم که خوب در بیاد، ولی به نظر من دستگاه مناسبی نیست که ما بخوایم توی سطح بالا و حرفه‌ای باش کار کنیم. باید گفت که دوره این دستگاه تموم شده، منسوخ شدن. خب ممنون که همراه من بودید. حالا به نظر شما این دستگاه جذاب‌تر بودن یا این دستگاه؟ نظرتون کامنت کنید.